دوستان، خوش آمدید داخل این ویدیو. اومدم بهتون آموزش شلاقی زدن داخل کال آف دیوتی موبایل بهتون یاد بدم. خب اول بذار نکته‌هاشو بگم. نگاه چیزایی که باید فعال کنین ایناست. بیاین داخل تنظیمات، به داخل بیسیک. خب به داخل بیسیک این پایینی، اینی که من الان دارم خاموش روشنش میکنم، بذارین روی قسمت آن. بعد یک فست اسکوپ هم براتون دارم، فست اسکوپ هم میذارم براتون، اونم تا آخر ویدیو نگاه کنیم بهتون براتون گذاشتم. خب بعد دوستان نگاه کنید، وقتی که میخواین بزنید اول پرش میزنید دیگه، بعد نایف، بعد شات، بعد گانتون رو میکشید رو هر گانی که دوست دارید. شما هم همین کار انجام میدیم، میای اول روی میزنیم، بعد روی، بعد اینو میزنیم. خب این اشتباهه. نگاه الان من هر چقدرم بزنم نمیشه، چون صدای نایف من میاد. صدای نایف نباید بیاد. چقدر لگ میگیریم. این دوتا رو همزمان بزنید. نگاه الان من چند بار میگیرم، بعضی وقتا مثلا اونقدر خوب نمیشه داخل موبایل. من چند بار میزنم، نگاه کنید میبینید صدا میده. یا دو تا روش داره دیگه، دو تا روشی که همزمان بزنی، یکی همزمان بزنی که صدا نایفت نیاد. خب یکی هم بعد سرعت عمل خیلی بالا باشه. حالا بذار من یه دونه بزنم، خیلی صدا نایف میده. ایناش یه دونه زد الان. خب یا بعد همزمان بزنید، یا هم که بعد سرعت عملتون خیلی باشه، سریع روی این بزنید، سریع روی پرش، روی نایف، بعد گانتون رو بکشید. اینش هم این خیلی سخت داره از اون یکی، چون سرعت عمل خیلی بالایی میخواد. حالا بزنید من یکی دیگه بزنم، این مدل که میگم. شد الان. این شد، ولی بعد همزمان بزنید. منم چند بار میزنم. آره بعد همزمان بزنید، یا همزمان بزنید یا سرعت عملتون خیلی بالا باید باشه که بتونید شلاقی با بدون اینکه همزمان بزنید. این دو تا روشه دیگه. و فست اسکوپ هم بهتون یاد بدم. فست اسکوپ میایم داخل تنظیمات، نگاه کنید، بعد اسکوپتون اینجوری باشه، روش نگه دارید که مثل بعضی از اسکوپات وقتی تنظیم نکرده باشین اینجوری میشه. میایم داخل بخش ستینگ، میایم همون بیسیک، میایم پایین، این گزینه ADCS، اینو روی دومی قرار بدین دیگه، راحت میتونید فست اسکوپ بزنید. تا یه ویدیوی دیگه همراهتون هستم. خداحافظ.